شو کمک خوشیدی خوب گوش نشیدی آتش نه گوش نشدیم گوش نشیدی حالا دیگه بخیر باشی فارسی میفهمی نه فارسی نمیفهم این خمیالو گپ زدی کم اولین دفعه است که افغانستان آمدیم تو پیدا شدیم ما پاکستان هستیم متولد پاکستان هستم از پاکستان باز ایران آمدیم ما بس گم از بیادر من گفتم فکرت باشه که من ببینم چی شده این پشت سر غرفا میرم که اندازه بچه خود میگیره حالا چیز خوبش خوردی او را کچکو چی کامیاب باشه ملایی باشه چی میگه قیماق مزمل جان خودت روزه داری یا بوزه هستی؟ راست بگو بوزه هستم بوزه ساجه خورده میری بان نه کم وای 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 این وای وای چی معنا؟ این وای وایش که خانه میکنه خانه وای وای داره همین زنانه باشه یک ذره زودتر میخرن همین کرمچشان یک شما یک جور دوستان میپوشین زنان دیگه ما در ما شد بپوشن ما در ما بیادر به نام و یاد پروردگار مهربان بسم الله الرحمن الرحیم سلام افغانستان شهر اخلاص خوش آمدین خوشگل دگسیز درود بر تمام شما هموطنان نهایت عزیزم که بیننده گزارش ما هستید امیدوار هستم هر کجایی که هستین هر کشوری که به سر میبرین خوب خوش صحتمند و سرحال باشین و روزهای ماه مبارک رمضان را هم به خوبی و خوشی سپری کنین بیننده های عزیز باز هم من میلاد حکیمی مخلص شما در خدمت شما قرار دارم و شما را به تماشای گزارش ویژه امروزی ما از کوته سنگی شهر کابلجان خوش آمدید میگم امروز بنابر خواست بعض از هموطنان عزیز ما و همچنان نظر خودمون به این بود که بیایم بخیر ساحه زیبای کوته سنگی را و مقابل مبارک سنتر در آستانه ماه مبارک رمضان به تصویر بکشیم بنابراین امروز دقیقاً ساحه‌ای که من ایستاد هستم نزدیک مبارک سنتر است که اگر به این سمت مستقیما پیش بریم به زیر پل کوته سنگی میرسیم که پل کوته سنگی از جمله بزرگترین پل‌های شهر کابلجان به حساب میاد و اگر اونمو سرک مستقیم پیش بریم به کمپنی میرسیم شاهرای کابل نیمروز کابل قندهار و کابل هرات و ماست اگر قاچاق میرفتین باز اینمی مسیرش از موتر بشینین از بازار کمپنی برین به سمتای نیمروز و شوخی کردم بیننده های عزیز به مقابل ما سرکی که قرار داره سرک عمومی است که به دهمزنگ شهر کابلجان وصل میشه و ساعت هم نزدیک های 3:30 بجه بعد از ظهر است گیربار و وطندارا هم خوب است تا جایی اینقدر زیاد هم نیست قدر کم هم نیست و دیگه ما بخیر قرار است از اینمی قسمت گزارش شروع کنیم و به می سمت پیش رفته بریم ببینیم که تا کجا میرسیم و با کیها هم سر میخوریم ای هم شما و ای هم ادامه گزارش ما السلام علیکم و رحمت الله بسره میشه برو رخه صد دخده بخیره ساعتمند سلام علیکم صد دخده بخیره ساعتمندی ان شاء الله شکر الحمدلله فارسی پویږي کنه فارسی نه پویږي پښتو پویږي بیخی نه پویږي به نه پویږي دا زما خبرم چې زه په فارسی وغږیږم نه پویږي پویږو ها دومره خو پویږي دا پویږو به شکتان یعنی ما قدرش خو حداقل باید حل مطلب شوه نه اگه خودش گپ زده نمیتونه باید حداقل گپ دیگه نفر بفهمه امور رقم است نه نام شما چی است اسماعیل خان اسم شما چی است عبدالوکیل عبدالوکیل و اسماعیل همسایه‌های دکان هستین چی کار میکنین شما لباس فروشی است اینمی لباس هستن خب لباس های طفلانه است یا کلان است نه لباس های بزرگسالا است لباس زنانه هم آوردی چطور از بازارها چطور است بازار ولی امروز اسلام نکردی چی میگی ولی در پام کار نکردی نه در پام کار نکردی که بیربار از دیجا کسی نخرید از پیشت بیربار از اون طرف سودا میشه این طرف نیست یک فرق نداره مبارک کامیاب از اون طرف سودا میشه این طرف نمیشه
یعنی این طرف بیره بارش از قسمت پیشتر کده کم است. یگان وطندارا اگه بیان به ایسن مسیرشان شد و او هم خدا میفهمه که بخرن یعنی فکر میکنن بازار هم اونجاست. بازار هم اونجاست، اونجا سودا میکنه و گرا مشتری گاز چنا میزنه و مشتری طرف میایه اینجا که جور میگیره ارزانه اگر جور نمیده پاس میره و حالا از طرف میگیره. قسمت پیشتر که ارزان سودا میکنی یا قیمت؟ او قیمت نفروشه. و قیمت میفروشه. تو ارزان هم سودا میکنی ولی باز هم مشتری نیست. باز مشتری. هی هم ارزان سودا کنی هم از دیگه که انصاف داشته باشی و بالاخره دسلاف هم نکنی خود دردت چی میگن درد دل زیاد میشه. رمضان چطور میگذره؟ خوب است دیگه. تاثیر کرده سرت؟ نه. ایج. نه. تشنه نشدی؟ کمک میشم. کمک خوشیدی گوش نشدی یا تشنه؟ گوش نشدی؟ حالا دیگه بیادر هوا سرد است قدر دقیقه تشنگی کسی نیست نمی گوش نمیشه خلاص. پس شو چی خورده بودی؟ شو گوشت خوردم. گوشت خوردم. ای تو گوشت هم خوردی بیادر میگی گوش نشدیم. ما خب بیادر یک گلاس چای شیرین خوردیم تا حالا مینم تو نه گوش نشدیم نه تشنه. این چه رقمش است؟ اگه نه گوشت خود انرژی زیاد داره. خوراکت زیاد است. خوش باشی. رمضان روزه سنگ تیریگی روزه بیخی ماشاءالله الحمدلله شب پل تیریگی خدا زده شکارونه مارونه بیخی نست زرگایه. فقط اینمی اعصابا که خراب است پیشانیا که ترش است تاثیر روزه نیست. این تاثیر روزه نیست تاثیر بیکاری است. همون رقم بیکاری است. اگر بیکاری نباشه نیست نه. اگر کاروبار باشه بیادر وطندارا یگان چیز خرید فروش کنند دیگه پیشانی آدم باز. خدا مهربان است. پناه به خدا. وطن کجا است؟ وطن از پکتیکا. از پکتیکا آمدی؟ از پکتیکا سروبی. از کجا؟ سروبای از پکتیکا. خب در پکتیکا هم سروبی داریم؟ لری. در کابل والم سروبای هم لری دالتا. یا مش پکتیکا که سروبای لری. بشک. اصلا از جای جلغوزه و جلغوزه سیاه دیگه ای لالای ماسه. جلغوزه و نه لری تاسو. چه پریمانه دی خو موږ نه لرو. البته ډیر د خود مونږ. البته ډیر د مونږ خپل نه لرو. بسیار خنک خورده بودید یک پتوی کلان گرفتی؟ چی؟ دا پتو. یک دیگه غلط. یک در روزه که خواسته یک بی. خوش باشید. خیلی شای لرونو. جای خدای پاک. هیچ چیزی نلری اونم یک دانه پیران است یک دانه واسکت از سرش یک پتو است. پتو دیگه هر چیز از در آدم. در جایی که وضو میکنه روی خودم کتش پاک میکنه در جایی که جای نماز نمی باشه جای نماز هم میگیره بالاخره همه چیز است. خوش شدیم دیرم کار خدمت است. بخیر. خداحافظ. خدا نگهدار. بازم پیش برید بینندای عزیز و حال و احوال وطندارای عزیز دیگر ما را هم در این قسمت جویا شویم و اگر شما هم تا فعلا کانال ما را حمایت نکردین سابسکرایب نکردین لایک نکردین دیگه چی بگویم بتان اینقدر ماشاءالله بیننده زیاد است 2000 نفر بیننده ای گزارش می باشه ولی میبینیم که سابسکرایبر هیچ نیست یا بسیار به ندرت بعض وطندارای ما سابسکرایب میکنن. این گله از شما است که گزارش هم میبینین و سابسکرایب نمیکنین. حمایت کنین. حمایت شما باعث انگیزه ما میشه تا اینکه بخیر گزارش های بهتر و بهترتر برای شما تقدیم کنیم. و لالا مانده نباشید. سلام علیکم. صحتت خوب است؟ بخیر هستی؟ آمادگی به افطار گرفتی دیگه بخیره؟ خوب است ان شاء الله. کاروبارا بخیر میگذره؟ خوب است. قربان چم. امی بازار کاروبارتون دیگه بعد از عصر است. از اینجا؟ نه اینه می رمضان هم میگم نه؟ از بعد از چاشت کاروبارای شما دیگه آمادگی میگیری بیادر که برای افطار در طول روز یگان روزخورا پیشتان نمیه؟ یگان روزخورا یگان دیگه مشکل داشته باشم میای دیگه یگان اطفالی که در روی بازار کار میکنن یا هم یگان وطندارای ما که تکلیف داشته میباشن مشکل داشته میباشن دیگه باز میان در این قسمت یگان بولونی میگیره مخفی میگیره بالا گوشه میخوره اما تو میگیره در یاد موتر یا در خانه در اکجایت میره هر جایی که برابر شه هر جایی که برابر شه. چطور میگذره کاروبارا؟ الحمدلله شکر هستم. رمضان چطور میگذره؟ الحمدلله شکر. تاثیر کرده یا نه الحمدلله شکر نمیگذره. اما تو مردانه وار میگذره. الحمدلله. خدا را شکر. همین که سرش گفته یگان تو بیادر گشنه نشیم تشنه نشیم عبادت خدا کده بتونیم همه چیز. الحمدلله. نامتون پسان نکنه. نیاز محمد. نیاز محمد. روز چند دانه بولانی سودا میگیری؟ نیاز اون محمد. برابری است. برابری است. 1.5 یعنی 200 250 دانه اگر سودا کنه 2500 افغانی میشه نه
باز ای 2500 افغانی چقدرش مال میشه یا چند پیش فایده میمانه؟ یک 700 میمانه، یعنی یک قیمتی است. در وقتایی که ارزان بوده دیگه شاید 900 نصف میمان. خوبه شهر 2500 کار کو تقریبا چقدرش میشه؟ 1250 روپیش فایده 1200. درمان شاگرد کار نداری؟ مشکل نیست. خدمت هستی. ما بیایم بجاره که دیگه بیاده باید باشی لالای خندم مرد دسته که تبایزت باشی افطار یک زنده بره. خداوند حفظت کنه اگر در افطار همی سمتا بودیم باید میایم پیش بخیر بید. خدا نگهدار پیش بریم بیننده های عزیز لالای شمشیر و جانی که گرفتی سلام علیکم مانده نباشی خوب هستی جان جور است مرد دسته کتا ساعتت خوب است بخیر هستی اینمی لالای ما را خیلی زیاد دوست داری امو رقم لالای ما خوب هستی ساعت شما خوب است انشالله بخیر هستین عافیت دارین این بیادر مزاق بیخی شمشیر را گردن والله شمشیر آورده حتما چیزی نمیگیش خودت هم دوستش داری دیگه چیش هست؟ قرضدارش هست بگه قرضدارش هست شمشیر را گردنش مانده که یا پیسه را بده یا گردنت میزنه همون رقم است دهی رمضان یک ذره صبر حوصله و بیادر چی رقمش هست؟ آزارتان دادم نامش چی است؟ نوید جان اسم شما؟ خانولی لالا خانولی و ولید بچه های کاکا هستین اجانا حقیقت است دیگه همینجا کارم میکنه ماشاءالله هم بچه کاکا باشی هم همسایه دکان باشی دیگه باید بیخی مزه میده همون رقم است نه؟ خب بشکتان چطور میگذره کاروبارا و کاروبارای شما چی است مالتان؟ اینی غرفه از قطع بودگاهش مرلاک کرده بودگاهش مرلاک کرده؟ چرا؟ ما از خاطر میوار داریم خب یعنی اینجا هم نقشه است؟ اینه یعنی قسمت هم خیر نقشه است و وطندارای ما کدام قسمتش اینجا بود غرفه نه این روبری است اون غرفه او چون که نزدیک مارکت بوده من دیگه کدام نقشه ای سرش هست وا گفت که سایه سرسبز است سایه سبز از دیگه شما نا غرفه مونده بیا خیر باشه بخیر باشه چقدر روزمره مصروف می باشه این حداقل فکر کنم شاید بعد از چاشت بیاین دیگه در کار یا پیش از چاشت می صبحکی نه صبح از هم صبح خب شکتان اینمی لالاگا که ما بسیار پیش فزکی میکنن تو بیایی طرف شیخ محمدی چطور هستی جان لالا خوب هستی جان جور است همین کلانا که گپ میزنن فکر کنم خوبش نمیه که دیگه آدم چیلک بندازه همون طور است نه؟ تو برزی سوال میکنه و جواب چه میده و کچالو این ما باید خود قصه داشتیم بین خود مذاق داشتیم تو آمدی یک دفعه بیادر چنگک انداختی که شمشیر هم در دستش از بزنه گردنت مذاق کردم شوخی کردم خداوند شما را حفظ کنه بخیر باشی تو چی کار میکنی؟ ما اونجا دکان دارم ایجاب فروشی نبی الله ایجاب فروشی داری؟ خودت ایجاب فروشی داری یا دیگران هم هستن؟ پدرم هست پدر جانت هستن رویت کار میکنن چطور میگذره کاروبارای تو؟ شکر بخیر مکتب میخونی؟ صنف چند مکتب هستی؟ صنف 6 شدم یعنی صنف 6 مکتب هستی و در مکتب باز چند نمره هستی؟ تو چی گروه الف گروه الف هستی؟ اوی ماشاءالله اینا بچه با استعداد هم در گروه الف هست هم صنف 6 هست هم که پدر جان خود کار میکنه و یگان ذره شوخی هم میکنه بخیر باشی مرد سکته کار و خدمت برام است بخیر باشی خدا حافظت خدا نگهدار بازم پیش بریم بیننده عزیز کی صحبت میکنه؟ نه یک مانده هم شدی بیادر در سر ادمی چوکی ششتی اصل کل روز ما پیاده گشتی کردیم مانده را شدی خوب هستی؟ خوب هستی لالا بخیر هستی نام مقبول چی است؟ عبدالباسط جان عبدالباسط جان چی سودا میکنی؟ دسمال تر سودا میکنی این فقط مردم به اطفال خود میگیرن یا کلانا هم استفاده میکنن؟ کلانا هم استفاده میکنن برای اطفال میگیرن هر دو رقمش هست خب چند بجه در کار میایی روزمره؟ ما 8:30 بجه 8:30 بجه باز تو چند بجه میباشی؟ تا می آزان شام هستم خب بعد از آزان شام دیگه باز خانه میری بله روزه خانه میگیری روزه میگیرم روزه گرفتی بله وای ماشاءالله تو چند ساله هستی 14 ساله 14 ساله هستی از چند سالگی روزه را شروع کردی سال پیش هم گرفتی از سالگی بله از 7 سالگی که تو روزه میگیری از 7 سالگی بر مردم روان میشه نه از 7 سالگی نمیشه تا جایی که من میفهمم باید آدم بالغ و عاقل شوه بعد از او باز روزه گرفته شوه همون رقم است نه خب هر صورتش مقصد کوشش که زیاد سرت فشار نیاری که خدای نکرده باز اینمی وقت رشدت از باز از رشد نمونی از بخش نمونی مواری واضح بگویم تا بله خب چند کار کردی
فعلا یک 300 کار کردیم. پدر جانت زنده است؟ بله. کار میکنه؟ بله. خب او هم کار میکنه خودت هم کار؟ بله بله. آفرین. خانه تان باز در کجاست؟ خانه ما دالمان است. از دارلمان اینجا میایی؟ پشت قصر دالمان. در موتر خو میایی نه؟ در موتر میام. آفرین. بخیر باشی مرا دستکتا. تو قهرمان هستی که هم کار میکنی هم روزه را میگیری و در کنار از او کت پدر جانت کمک میکنی. صحیح است نه؟ اگه آدم تنها بیادر پدر خودبانه بگوید برو تو کار کو دیگه ما بخوری میره همه شام نمیشه. مکتب هم میخونی دیگه؟ بله میخونم. از امی کلایت معلوم است که شاید مدرسه هم بخونی. میخونم. مدرسه هم میخونی. قرآن شریف تا کجا رسیدی بخیر؟ قرآن شریف از سپاری آخر شروع کردیم. حفظ. اوی ماشاءالله ماشاءالله. والا اصل نابغه وطن اینمی لالاگه که نامت چی گفته بودی؟ عبدالباسط. عبدالباسط جان. اصل نابغه وطن است. ببینین هم درس میخونه، هم مدرسه میخونه، هم کار میکنه، هم روزه میگیره. دیگه از این که چی آدم توقع داشته باشه؟ امکان داره اگه آیت از قرآن شریف برای ما بخوانش بگیری؟ یک قرائت تا بشنویم. امکان داره؟ بفرمایید بشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ما شاء الله ما شاء الله. خداوند جوانیت برکت بندازه ان شاء الله که بخیر داینده ما خودت چیکاره میبینیم. حافظ قرآن خواستی، حافظ قرآن شریف خواستی، در کنار از دیگه چیکاره میشی؟ از یک انجینیر میخوام. انجینیر موفق ان شاء الله که بخیر دیگه بیادر امی کلاهای انجینری رو سرت ببینیم، واسکت انجینری هم در جانت باشه که نقشای سر کار جور کنی که بیر بارا کم شود. صحیح است مرد سکته. خدا حافظت بخیر باشی. شما خوب هستی لالا؟ یوتیوب است کابل کامرا برای شما همکاری میکنه. چی حال داری لالای خانم؟ خیرتی هست انشالله؟ بخیر هستی؟ چی حال داری؟ صحتمند هستی؟ خانه میخوری؟ نه فضل خدا خانم نه دیگه بیادر خانوک تا زمانی بود که رمضان نامده بود. بله. از زمانی که ماه مبارک رمضان شروع شد میوه هم گرم شد. همون رقم است نه؟ نام مبارک چی است؟ احمد شاه. احمد شاه جان عزیز اینمی غرفه از خودت است؟ بله اینمی غرفه. ماشاءالله بوت است دیگه در کل بوت است. بوت است کرمت چبلی هم است. خب مکس است. فقط زنانه است یا مردانه هم داری؟ نه زنانه است. زنانه است. خوب است همین زنانه باشه یک ذره زودتر میخرن. همین کرمتشان یک شما یک جور 2 سال میپوشیم زنانه دیگه. مادر ما شاید بپوشن. مادر ما بیادر اگر مادر ما نباشه بیادر در یک جایی که پوشیدن میگه والا ایره خود دیدن خود دیگه نمیشه که باز پوشیده شود. استایل است تغییر کرده تغییر میکنه. خداوند حفظ کنه این خوارای ما را. هر شخصی بگویم یا هر طبقه انسان ها که هست از خود یک خوی خاصیت دارن. حالا اونا خوش دارن که بپوشن صحیح؟ ولی ما و شما مردا که با زمانی که یک جور کرمچ میخریم یا یک جور بیادر گفته یگان تا دریشی جور میکنیم اونمو در عروسی ما است، در نامزادی ما است، در عروسی های خیش قوم ما است، در کل جگه اونمو بس است. باز اگه خوارای ما باشن خود دیده شد میگه اورم فلانی محفل فلانی دیده بود. دیگه باز نمیشه نه. خوش باشید. چطور میگذره کاروبارای چطور میگذره؟ خدا مهربان است شکر است میگذره. میشه یک چیزه. الحمدلله شکر است. مگر هم تر تازه است سر رمضان هم تاثیر نکرده. تا فعلا اینقدر گفته یگان تا تاثیراتش کم است. فعلا کم است. ما از بیروبارم فعلا نیست تا 15 رمضان. باز 15 رمضان ان شاء الله بازارم بیروبار میشه. بیا خداوند کارت برکت بندازه. خیلی خوش شدم دیدم. کار خدمت در ما باشه. خدا حفظت کنه. خدا نگهدار. بخیر. و ما بازم بخیر پیش رفته بریم. بیننده‌های عزیز قسمت‌های پیشتر را برای شما به تصویر بکشیم. شما هم اگر از این قسمت‌های شهر کابل جان خاطراتی به ذهن داشتین و یا هم در این قسمت زندگی کرده بودین یا هم رفت آمد کرده بودین باز میتونین خاطرات شیرینتان را در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بگذارین تا اینکه ما هم حمایت کنیم. به هر صورتش پیش بریم بیننده‌های عزیز.
این قسمت دیگه ساحه مبارک سنتر است. شما میفهمین از جمله پر ازدحام ترین بازار در سطح شهر کابل جان اینمی ساحه است و آن قدری از طرف روزبیر بار زیاد می باشه که بیخی جای پای پیدا نمیشه. البته ای در زمان این قسم بیره بار زیاد می باشه که رمضان نباشه، ولی در رمضان هم نزدیکای عید که شوه باز ان شاء الله از این قسمت ما گزارش داشته می باشم، گزارش میگیریم ببینیم که در چی وضعیت می باشه اینجا و ازدحام و بیره بار و وطندارا را شما هم بیننده باشید. سلام علیکم. خوب هستین ان شاء الله؟ صد بخیر. صحتمندی؟ بیت شده؟ کار است. بخیر باشی. فارسی میفهمی؟ نه فارسی نمیفهمم. این خانیارو گپ زدی. کم کم میفهمی. نامتون چی است؟ نامت احمد زای وطن دوست. نام ما یا نام تو؟ نام ما. خب نام خودت احمد زای وطن دوست است. در پیشت کارت است. کارت چی را توضیح میکنی؟ دکان است. دکان چی است؟ دکان کائنات. حجاب فروشی است. خب ایره در بیرون توضیح میکنی؟ ایره در بیرون توضیح میکنی. تبلیغاتتان شود. اینه دیگه ما بیخی در کمره بر صحیح تبلیغات کردیم. ولی پیسه از ایره خوبه دیگه. کی؟ تو. چی؟ خب نامت چی گفتی؟ نام احمد زای وطن دوست. احمد زای وطن دوست. دکان حجاب فروشی دارن در مارکت مبارک سنتر. منزل چند؟ منزل 3. دکان نمبر چند میشه؟ دکان نمبر چند میشه؟ 78. اگر حجاب خوبش کار داشتی باز پیش احمد زای خان بی. پیش ما بیا. این حجابا را از کجا میاری؟ از خارج میاری؟ از خارج میاره، دبی میاره. از دبی میاری؟ خودت میری یا دیگه میاره؟ خودش میاره. خودش میاره. بیاداری مرا میکنه. چقدر مقبول دری گپ میزنه فارسی. یعنی افتخار است که هم پشتو بفهمیم کم دری بفهمیم. من هر دوش بیادر زبان رسمی کشور ما. هم پشتو بجاگم هم فارسی بجاگم. هر چیز کی بجا. وطن از کجاست؟ وطن از پکتیکا. از پکتیکا هستی؟ بیشک نمیخوام که فارسی یاد گرفتی بسیار گپ است. چون که وطندارای ما که در پکتیکا زندگی کرده می باشند بسیار به ندرت فارسی گپ زده میتونن، سخت است براشون. فرق داره کنه او فارسی ازید فارسی کی یاد چون او فرق داره. باید پشتو میشه که فارسی میشه. همه گپا. اولادا چندان هستند؟ اولادا 3 دان. 3 دان هستند. ماشاءالله. امروز سرت رمضان تاثیر کرده یا نه؟ نه تاثیر نکرد. هیچ تاثیر نکرد. هیچ تاثیر نکرد. گشنه تشنه بیا سر نشد. نه خدا راضی است که گشنه هستم ندشنه. بیشک حتما در سعی در پس شوی یگان چیز خوبش خوردی. چی؟ پس شوی حتما یگان چیز خوبش خوردی. اورا کچ چی کامیاب باشه ملایی باشه چی میگه؟ قیماق ملایی برش میگن. خداوند حفظت کنه مرد دستکته چی خدمت تن میکنم. اینا مقصد ما تبلیغات تکدم. خیر ببینیم. صحیح است؟ خدا حافظت. خدا نگهدار. بازم پیش بریم بیننده عزیز. مردمای شریف ما که پشتو زبان هستن باز فارسی گپ میزنن، بسیار شیرین دری گپ میزنن و واقعا آدم لذت میبره که امروزشان صحبت کنن. دیگه ای که پشتو زبان باشی و به این اندازه فارسی هم گپ بزنی بسیار هم تو گدوات میشه. واضح بگویم مکس میشه، بسیار هم لهجه را شیرین تر میسازه که آدم خوش داره بشنوه دربارش. به هر صورتش لالاگه که ما خوب هستی؟ جان جور است؟ بخیر هستی؟ شکر فرد. تو رفیق روزخورا هستی؟ همون رقم است نه؟ این همی سمبوسه را در دستت میگردانی که می کسای روزخور هستن ازت بخرن. حتما اطفال از پیشت میخرن. همون رقم است. زنا کسی نیدد دستان که این تو که میگیره خواب دیجا که میره سمبوسه میگیریم باز میگیره. چی میکنی؟ نفهمیدم. از دیجا که میره خب ما فهمیدم. نه داستان از این قرار است که میگه اطفالی که کت مادرای خود میباشه یا کت خوارای خود میباشه سمبوسه را که در پیش ما میبینن دست مادر خود قایم میگیرن که یا برای ما بخر یا گریان میکنن. اما تو راست نه و دست پیشت میخرن. حالی کارت خوبش نمیاد بیادر. حالا ما خو گریان و دخترک گریان نکنه ما خو گریان نمیکنه. نامه چی است؟ مزمل جان خودت روزه داری یا بوزه هستی؟ راست بگو. بوزه هستم. ساجق خورده میری؟ بان؟ نه نه اگر روزه میگفتی گیرت کرده بودیم دیگه این نمیشه؟ خب تا فعلا هیچ روزه نگرفتی؟ 2 روزه است که سال پیش روزه گرفتی؟ نه امروز
سال پیش خود روزه گرفتم. چند روزه گرفتی؟ یک 5 روز گرفتم دیگه. تا چند بجه؟ ها؟ تا چند بجه؟ تا نماز چاشت؟ نه. تا چی؟ شب که آزان میته باید افطار کنی دیگه. اونم شام افطار کردی؟ من گفتم شاید در آزان پیشین افطار کرده بود. خوش باشی جان لالش. من را دستک تبر خداحافظت. حالا روزه داریم، اگر روزه نمیبید یک چند تا از پیش سمبوسه میگرفتیم. برو بخیر باشی. بخیر باشی. برو اگه سر خوردیم باز میخریم. خداحافظت. بیاین بازم پیش بریم بیننده عزیز و همراه وطندارای عزیز دیگه ما هم صحبت‌های داشته باشیم. این قسمت هم یک کوچه بسیار قدیمی است. شما میتونید فعلا تصویرش را بیننده باشین. ازدحام بیره‌بار و وطنداران ماشاءالله در این قسمت هم زیاد است و چون که فعلا یک اندازه بیره‌بار زیاد به دلیل نشده که نزدیکای عصر است. عصر نیست ولی وقتی که عصر میشه و آذان دیگر خوانده میشه باز بیره‌بار و وطندارا خیلی زیاد میشن. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر باشید. بیاین که بازم ما پیش بریم بیننده عزیز. و این ماه سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. این ماهی است که شاید یک کمکی بی حوصله شویم. نه تنها ما، نه تنها شما، در کل تمام وطندارای ما را بگوییم، در کل تمام مسلمانان جهان به دلیل از اینکه روزه میگیرند دیگه کمک باز حوصله کم میشه. بخصوص اگر در کاروبار بیرون باشن یا در بازارها مصروف کاروبار باشن دیگه که یک نفر صدا کنه چند است بگوین 150 روپیه، اگر نخره باز وطندارا باز حسابکش بسیار شارت میشه. یا اگر مال 150 روپیه‌ایش از پیشش 50 روپیه بخواه که دیگه بیخی دیگه حساب شارت است، دلش خدا خبر است. به هر صورتش پیش بریم. شما دیگه خودتان در تصویر ازدحام بیره‌بار و وطندارا را بیننده هستین، ضرورت به گفتن مو نیست. مانده نباشی. سلام علیکم. جان جور است؟ بخیر هستی؟ عافیت داری ان شاء الله. خوبه در کت تو همی غیری که دست دادیم سلام علیکی کردیم دستایت یخ بوده ای چی رقمشه؟ بعد دیگه این یخ و سایه است ما روی هفته و نمیبینیم در سال ما بیخی دیگه. نه در تابستان، نه در بهار، نه در خزان، در کدامش ما روی هفته سلامت بخیر باشید. رمضان چطور میگذره؟ خوب است میگذره دیگه. تاثیر کله یا نه؟ بله دیگه کم دیگه تاثیرات خود داره. خوش باشی، خفه باشی، شکمکت گشنه میشه. گشنه خو میشه در این واقع. در صورتش نام چی بود؟ نورالله. لالا نورالله مولالای دیگه ما خوب است؟ خوب است شکر. سلام مرا برسون. علیکم السلام. در بازارهای رمضانی کوته سنگی چی خبرهای جدید است؟ کاروبارا چقدر شده؟ تغییر کرده نکرده؟ کاروبارا از اول تا دیر رمضان خو بازار نیست بعد دو شروع میشه بخیر دیگه. اگر یک ماه دو ماه سه ماه بیکار بوده باشی گفتش مبرای. میبرای نزدیکا ایت میشه دیگه باز دهی دکان بیادر کل چیز لیلام است. اینمی چادر هر رقم چادر بخوایی 100 روپیه لیلام است. دیگه اما لیلام هم باشه قدری بیره‌بار هم زیاد میشه که دیگه خلاص. دیگه یک تو دکان خورد است یک تو بیره‌بار میشه جای نمیشه. چند نفر در دکان مصروف است؟ 3 نفر. 3 نفر. از پیشتون کدام نفر دزدی و یگان بیادری سوسو خونه میشه؟ زیاف قدمه برن که به حساب معلوم نمیشه دیگه. میبخشی یا بیادر آرام میگه برش؟ والا دیگه آرام میگیم زیاف میبرن یک دفعه باشه که ببخشی برن خلاص. گیر کردی کدام نفر؟ زیافش از 4 دفعه 5 دفعه گیر یک دانه شق سکوتر رو مثلا دمی چادر دوزی بگویم یا مگر چه خوبم نمیایه. یک دوست فلانه فروخته بودم میجمو قلم مال سر مشتری گپ زدیم 2.5 ساعت. که همی 5 دقیقه رفتم اومدم اونمو مال نیست گم است. بیادر من گفتم فکرت باشه که من ببینم چی شده این پشت سر غرفا میرم که اندازه بچه خود میگیرم. حالا میم خاله تو خیره پیسه نداری میگه اندازه بگیرم پیسه شم میادم. من کار زشت است. تو مال داخل دکان اندازه میگرفتی تو پشت سر غرفا رفتی. در پشت سر برده؟ پشت سر غرفا اون اندازه میگیره. ما میگم خداوند تمام مسلمانا را بگوی با بدن این وطندارای خود ما را هدایت کنه. خداوند توفیق عمل نصیب کنه ان شاء الله. چی بگیم ما که بیادر
دیگه امی بگمش که بگذاریم بر صورت خداوند حفظت کنه. خوش شدم دیدم. بخیر باشی. اختار پیش ما باشه. خداوند نگهدارت باشه. خدا نگهدار. بازم پیش بریم بیننده عزیز. بابا سلام، مانده نباشی. خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ بخیر هستی؟ جان جور است؟ مصرفیت ها بخیر میگذره؟ شکر بخیر باشی. برجه سودا میکنی؟ 100 رپا لیلام کردی؟ همو رقم است. ایره اگه 150 رپا 170 رپا بفروشی کسی نمیخره؟ نمیخره، کل بازار 100 رپا. یعنی در کل جای 100 رپا. باز با همون خاطر خودت هم 100 رپا صدا میکنی که لیلام فکر. لیلام است. نام چی است؟ نوید جان. امی جان هم داره یا خودت جان؟ نه خودم جان. خودت جان. امی خودم اگر ناز نتیم دگان ناز ما نمیدن. نوید جان هم خورا چی خوب یک قد قواره ای داری. ماشاءالله این قدت است که نزدیکای 2 متر شاید باشد. نزدیکایش. 1.90 شاید نم قدرها باشد. خداوند حفظت کنه. از چقدر وقت در این کار مصروف هستی؟ والا 1-2 روز میشی کار نو شروع کردی. با من خاطر نوبلدی میکنی کاملا. نه وقتم در بازار کار میکردم. نو برجسته نو دیم 2 روز. در قبلا چی سودا میکردی؟ از ما می دستمالای تفلانه بود. دستمال تفلانه. حالا دیگه در این کار. بیا خداوند مهربان است که کاروبارت خوب شود، پیسه پیدا شود. مطمئنا اینمی تو کار تو خراب است، جیبه که تو پیسه نیست، جیبه که ما هم نیست، جیبه که 1-4 تا مسلمان. ده خدا مهربان. خداوند ما مهربان است. سر رمضان چی رقم است؟ خبر هستی یا نه؟ نه تا فعلا خونیست. تا فعلا دیگه شروع فیلم است. شروع فیلم است. باز خبرت در تاریخ‌های 25 26 میگیره. بخیر باشی. خوش شدم دیدم. چه خدمتت هم می‌تونم. برای وطندارا گایگان گفتنی داشته باشی کمری ما بخیر. بخیر باشی. خوش باشی. خدا حافظ. خدا نگهدار. بازم پیش بریم بیننده عزیز. در این قسمت قرار است که یک مارکت تجارتی جدید هم ساخته شود که تا جای کارشان پیش رفته و اگر اشتباه نکنم تا جای 90% و یا 95% این مارکت هم کارش پیش رفته و در قسمت مثل که در قسمت پیشتر مارکت مبارک سنتر است و مثل از یک مرکز تجارتی بزرگ در این قسمت هم می باشه که دیگه باز ماشاءالله اینجا مزدهم بیروبار خاص خود را داشته می باشه و شاید یک اندازه سهولت هم شود. شاید این قسمت اختصاصی برای لباس زنانه جور شود و یا به خاطر سیمساری باشه. به هر صورتش انشالله اگر در افتتاح ازی باز خواست خدا بود ما میاییم یک گزارش ویژه داشته می باشیم. باز ما فعلا پیش میریم. این قسمت هم سرک حلبی سازی است. کوچه حلبی سازی به این قسمت ما قرار داره که یا مجموعه کوچه های بسیار قدیمی به حساب میه و مطمئنا دیگه شما هم به این قسمت شهر کابل بلدیت دارین و به این قسمت رفت آمد کرده باشید و ما دیگه بازم به این سمت خیر پیش میریم و ادامه گزارش خود را داشته می باشیم. ولی قبل از اینکه گزارش خود را ادامه بدیم خوب است که شما چند دقیقه تصویر زیبا بیننده باشین. در ادامه گزارش هم در خدمت شما هستیم. ادامه گزارش خوش آمدین بیننده های عزیز. در کنار یکی از عزیزان ما هستیم که یک تفنگچه در پیشش است. تفنگچه ای است که بیادر وای وای است. چی است؟ وای وای. وای وای؟ وای وای. این وای وای چی معنا؟ این وای وایش که خانه میکنه خانه وای وای داره. این همی صداقه که وای 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 وای. سلام بر شما، سلام بر بیننده های عزیز، سلام بر افغانستان.
تمام مردم افغانستان سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. نام چیست؟ نامی عمران است. عمران. بله. عمران خان عزیز در بازار کوته سنگی تفنگچی وای وای سودا بله، میکنه. بله. چقدر وقت میشه که تفنگچی سودا میکنی؟ ما یک 3 ماه میشه، یک 15 روز بیکاری شد، بازار نبود که نمادم دیگه، تازه امروز شده اول. ولی 3 ماه پیش هم کار میکرد. 3 ماه پیش هم همین کار کار میکرد. خب چطور میگذره کاروبارا؟ چطور میگذره؟ فضل خدا هست دیگه، یک روز 200 300 یک چیز مقصد روزگذرانی. روزگذرانی. رمضان چطور میگذره؟ بسیار تا فعلا که خوب است دیگه، تا آخرش ببینیم دیگه. گفتی چند سال در ایران گذاشتندی؟ 9 سال دیگه. 9 سال. در این 9 سال که در ایران بودی، زمانی که به وطن برگشتی چقدر تغییرات آمده بود؟ چی احساس داشتی؟ احساسی بسیار خوب دیگه. ما اولین دفعه است دیگه افغانستان آمدیم. تو پیدا شدیم ما پاکستان است. متولد پاکستان هستم. از پاکستان باز ایران آمدیم ما. اینجا سرای لاودین خانه پدر کلانیم بود. یک 40 روز اونجا بودیم، پاسپورت جور کردیم رفتیم ایران. بسیار خوب. حالا فعلا که در وطن هستی، پیش خود در زمانایی که در خارج بودی فکر میکردی که نمیتونی یک کشور در افغانستان باشه، ما از اینجا باشیم؟ دیگه پدرای ما، پدر کلانای ما قسم میکرد دیگه. ولی ندیده بودی؟ نه ندیده بودی. زمانی که دیدی چی فکر کردی؟ از اون چیزی که در ذهن تصور کرده بودی، از اون که خوب بود یا خراب؟ نه خوب بود دیگه. میگفت دیگه میگفت جنگ است بود دیگه، بدبختی است که افغانستان کار نیست که بار نیست. خوب کم کار نیست دیگه. خوب باز امارات کوشش میکنه دیگه. امنیت هم بود، کارم امنیت. اون زمان جمهوریت امنیت نبود ولی کار بود. مردم شهید میشد، برادر خودم میکشت. او میگفت ما جهاد کردیم، اون میگفت ما جهاد کردیم. حقیقت است. حال فعلا خیره که کار نیست، امنیت هست. امنیت هست. ولی توقع داریم که امنیت هم است، کارم باشه. خدا میمیرم. خوش شدیم که دیدمت. چه خدمتت هم میتونم جان بیادر. خدا حفظت کنه. خدا نگهدار. بخیر باشید. بیاین بازم پیش بریم بیننده عزیز. و فکر کنم با آخرین دقایق گزارش هم رسیدیم، ولی بازم کوشش میکنیم که یک کم دیگه پیش بریم. جانا سلام علیکم. خوب هستی؟ پیش از همه چیز سلام. خوب هستی؟ جان جور خیرتی است. بخیر میبینیم. یک کم نزدیک بیا. این می رقم امی دیگه وطندارای ما دستایشان سرد بود که گپ زدیم. از خدا که من دستکای دمی جیبت بوده که گرم است. اما تو است. بله. نام مقبول چیه؟ زکی اولا باشه شهر کابل یک چهارقلای چردی. زکی اولا جان عزیز از چهارقلای چردی است. از نام چردی زمین. مردمای چردی خود که در حساب خود نام دارن. رفاقت، کاکگی، میمان نوازی. اما تو است. چی کار میکنی زکی اولا؟ میگه کلینر مرسیدس. کلینر مرسیدس هستی. خب از صبح به چند بجه به کار میایید؟ 5 و نیم 6 و نیم. با تا چند بجه کار میکنی؟ تا حال ماه مبارک رمضان تا 5 و نیم بجه. دیگه 5 و نیم بجه رخصتی است. ما در دیگه حالا کل روز که کار میکنیم به خاطر این نمیشه کم است. دمی وقت آذان هم که دیگه بیادر در کار باشیم خیلی چی فایده است. اما تو راست نه. خداوند با مایی که ما در 11 ماه یک ماه را داده. ماه مبارک رمضان. باید دینمی ما تا که میتونیم عبادت کنیم، استفاده کنیم. نه خدا حفظت کنه. کسایی که بیننده هستن براشون چی گفتنی داری؟ هیچ گفتنی ندارم. جور باشه، صحتمند باشه. همچنان خدا کتام. خدا حفظت کنه. خدا نگهدارت. بخیر باشید. خدا حافظ. خب بیننده‌های عزیز، ما رسیدیم به آخرین دقایق گزارش ویژه امروزی ما که خدمت شما از ساحه زیبای کوته سنگی تقدیم کردیم و از شما دعوت میکنم گزارش‌های بعدی ما را هم بیننده باشین و اگر تا فعلا کانال ما را سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت های زیبا بنویسین تا اینکه ما هم حمایت شیم و تا اینکه دوباره من میلاد حکیمی با جمله اعضای تیم از یک قسمت دیگر زیبای شهر کابل جان در خدمت شما قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان. ببخشید بسیار